برای اینکه بفهمی کسی از تو خوشش میاد یا نه دنبال نشونه نباش. چون هرچی بیشتر دنبال نشونه های واضح باشی، بیشتر اون چیزی که داره به طور واقعی جلو چشمات اتفاق میفته رو از دست میدی. همیشه میگن به این نشونه ها توجه کن. اینکه تماس چشمی زیادی باهات برقرار میکنه، یا وقتی داره باهات صحبت میکنه موهاش رو لمس میکنه، یا بدنش به سمت تو تمایل داره و ممکنه این نشونه ها رو هم دیده باشی. اما بعدش میبینی که هیچ اتفاقی نمیفته و یهو عقب میکشه و احساس میکنی که داره سرد رفتار میکنه. بعد گیج میشی، از خودت میپرسی که همه نشونه ها رو خیال کرده بودی و دچار سوء تفاهم شده بودی؟ واقعیت اینه که وقتی یه زن بهت جذب میشه و نمیخواد نشون بده، سیگنال ها شبیه اون چیزایی که تو کتابای روانشناسی میگن نیست. اونا خیلی ژرف‌تر و عمیق‌تر و حتی گاهی اوقات برعکس چیزی که انتظار داری رفتار میکنند. بیشتر این نشونه هایی که مطرح میشه فقط توی فیلم ها یا موقعی که دخترها واقعا تصمیم میگیرن که واضح عمل کنن دیده میشه. اما وقتی یه دختر واقعا جذبت شده و به طور فعالانه داره سعی میکنه که اون احساساتش رو پنهون کنه چون که نمیخواد آسیب ببینه یا نمیخواد که هیجان زده به نظر بیاد، کاملا یه الگوی رفتاری متفاوتی نشون میده. و اگه ندونی که باید دنبال چی بگردی، ممکنه که اون علاقش رو به بی‌تفاوتی تعبیر کنی و بعد از کنار دخترایی که دوست داشتن با تو باشن رد میشی یا فرصت‌هایی رو از دست میدی که درست همونجا دقیقاً جلوی چشمات بودن. خب بریم سر این سوال که اصلاً چرا زنها احساساتشون رو پنهان میکنن؟ چون نشون دادن علاقه یه جورایی باعث از دست دادن قدرت میشه. چون طرف قبلاً یه بار آسیب دیده. چون هنوز جامعه به زنها میگه که پیش قدم شدن توی رابطه اونا رو ضعیف نشون میده. وقتی یه زن از تو خوشش میاد اما سعی میکنه نشون نده، توی نبرد درونی بین تمایل به این که تو بفهمی و محافظت از خودش در برابر پس زده شدنه. این تضاد الگوی رفتاری خاصی ایجاد میکنه، الگویی که مردها اصولاً تشخیصش نمیدن. حالا من میخوام 7 شاخص واقعی رو به تو بگم که فاش میکنه یه زن از نظر عاطفی درگیرته اما فعالانه و عامدانه سعی میکنه که اون احساساتش رو پنهون کنه. اینها ترفندهای سطحی نیستن، این الگوهای روانشناختی رفتاری هستن که نشون میده خانم‌ها چجوری از خودشون محافظت میکنن در حالی که هنوز به دنبال رابطه هستن. اگه تا حالا این حس بهت دست داده که نمیتونی علاقه یه زن به خودتو بفهمی، اگه با سیگنالای ضد و نقیضش گیج شدی یا اگه از کسی دور شدی و بعداً فهمیدی که اون به تو علاقه‌مند بوده، تا آخر این ویدیو با من باش، چون یه چیزی رو میخوام باهات به اشتراک بذارم که نگاه تو رو به هر تعامل و رابطه‌ای تغییر میده. 7 نشونه واقعی که نشون میده یه زن به شما علاقه داره اما اون علاقه رو پنهان میکنه. اولیش الگوی مقاومته. الگوی مقاومت مهمترین سیگناله. مثلا تو به یه خانمی پیشنهاد دیت میدی، به یه قهوه یا یه کافه دعوتش میکنی. بعد اون به جای اینکه یک بله یا یک نه قاطع بگه، یه چیزی مابین این دوتا میگه. مثلا میگه نه سرم شلوغه و تو رو مردد میذاره، یا میگه که خیلی کار داره و بهت نمیتونه قولی بده. بیشتر مردا اینو رد شدن تلقی میکنن و میرن پی کارشون. اما نکته مهم اینجاست، اگه یه زن واقعا علاقه‌ای به شخصی نداشته باشه، بهش یه جواب منفی قاطع میده. یعنی یه جوری رفتار میکنه که اون مکالمه تموم بشه. اما وقتی که اون از تو خوشش میاد و نمیخواد نشون بده، یه مقاومت نرمی ایجاد میکنه. چطوری؟ بهت بله نمیگه چون که نمیخواد خودش رو آسیب پذیر یا مشتاق نشون بده. نه هم نمیگه چون واقعا تو رو دوست داره. پس یه تعللی میکنه. سعی میکنه تو رو امتحان کنه و یه فضایی ایجاد میکنه که ببینه آیا تو پیگیر هستی یا راه تو میکشی و میری. نکته کلیدی اینجاست که آیا بعد از مقاومت مکالمه رو ادامه میده؟ آیا موضوعات دیگری رو پیش میکشه؟ این همون نشون است. اونا لایه در رو باز میذارن در حالی که در به نظر بسته میاد. پس این فکر رو نکن که داره با شما بازی میکنه. این یه جور محافظت از خود هست برای اون زن.
دومین نشونه اثر مشاهده‌گره. وقتی که یه زن از تو خوشش میاد اما نمیخواد بهت نشون بده، به شدت حواسش به توئه. نه اینکه بهت زل بزنه، شاید حتی سعی کنی که باها چش تو چش نشه و نگاهشو ازت بدزده و مستقیم نگاهت نکنه، اما داره تو رو ردیابی میکنه. متوجه همه کارهات هست. این که الان کجای اتاق ایستادی یا داری با چه کسی صحبت میکنی یا واکنشت به مسائل مختلف چجوریه. اون در حال جمع‌آوری اطلاعات درباره توئه، در حالی که در ظاهر کاملا نسبت به تو بی‌تفاوت به نظر میاد. تو متوجه میشی و یه لحظه به سمتش برمیگردی، ولی اون یهو نگاهش رو از تو میدزده. یا مثلا یه جزئیاتی رو به یاد میاره که تو موقعی که داشتی حرف میزدی خیلی گذرا به اونا اشاره کردی، ولی اون جزئیات یادش میمونه. این یه سرمایه گذاری عاطفیه که در ظاهر یه آگاهی معمولی به نظر میاد. همچنین اون همیشه یه جورایی اطراف تو میچرخه بدون اینکه بخواد این کار رو واضح نشون بده. نشونه سوم دفع کردن با سردی هست. اینجاست که یه سری اتفاقات غیر منتظره میفته. مثلا وقتی که یه خانمی علاقش به تو رو پنهون میکنه، تو جمع با تو سردتر از بقیه رفتار میکنه. با همه گرم و صمیمیه، اما یه فاصله‌ای با تو حفظ میکنه. یکم محتاط‌تر با تو رفتار میکنه. بعد بیشتر مردا ممکنه که اینو به بی‌علاقگی تعبیر کنن، اما دقیقاً برعکسشه. این یه جور مکانیزم دفاعیه. خانم‌ها وقتی که مقابل افرادی قرار میگیرن که هیچ احساس عاطفی بهشون ندارن، خیلی راحت ترن. اما توی روابطی که نسبت به طرف مقابلشون احساس دارن، توی تعاملاتشون با اون شخص یکم معذبن. مثلا خیلی نگرانن که یه موقع حرف اشتباهی نزنن یا خیلی تو حرفاشون مشتاق به نظر نیان. برای همین سعی میکنن که برعکسش رفتار کنن و این برعکس رفتار کردن تبدیل به سرد رفتار کردن میشه. اگه که به طور خاص فقط با تو داره متفاوت رفتار میکنه، این یه نشونه است که داره به تو اهمیت میده و نسبت به تو بی تفاوت نیست. نشونه بعدی پارادوکس پیام هاست. تو پیام ها علاقه پنهان خیلی واضح مشخص میشه. اون ممکنه که ساعت‌ها یا حتی یه روز طول بکشه تا جواب پیامت رو بده و جوابهاش هم اکثراً کوتاه‌تر از پیام‌های تو هن. در ظاهر این نشونه کم علاقگیه، اما اون در واقع داره روی هر پیامش خیلی فکر میکنه و نمیخواد به نظر بیاد که خیلی در دسترسه. اون نخ ارتباط رو نگه میداره. پارادوکس اینجاست، با وجود تأخیر و پاسخ‌های کوتاهش اصلاً اجازه نمیده که مکالمه به طور کامل قطع بشه. همیشه یه جایی برای جواب دادن به تو میذاره. ولی زنی که علاقه به تو نداره مکالمه رو سریع تموم میکنه. پس سعی کن که توی پیام ها به نوع پیام دادنش توجه کنی، نه به کمیتش. نشونه بعدی نشونه حسادته. وقتی که یه زنی به تو احساس داره، نسبت به زنهای اطراف تو حساس میشه و این حسش خیلی مشخص نیست، بلکه باعث تغییرات رفتاری خیلی کوچیکی میشه که میتونی با ریزبینی اونا رو تشخیص بدی. مثلا وقتی که داری با یه زن دیگه صحبت میکنی، ببین انرژیش تغییر میکنه. علاقه‌منده که وارد جزئیات بشه یا اینکه سعی میکنه موضوع رو عوض کنه. وقتی که تو رو در حال حرف زدن با زن دیگه میبینه، یهو پر انرژی تر و پر سر و صدا تر میشه و سعی میکنه توجهت رو جلب کنه که این نشونه نمایش رقابتیه، یا اینکه ساکت و گوشه‌گیر میشه که نشونه عقب نشینی برای محافظت از خودشه. این واکنش ها همشون غیر ارادی هستند و نشون دهنده لایه های پنهان احساسات هستند. نشونه بعدی جمع‌آوری اطلاعات هست. اون خیلی آروم یه وسواسی در مورد تو پیدا میکنه. میخواد بفهمه تو کی و سر از کارت در بیاره. یه سوالایی در مورد شخصیتت، گذشته‌ات و انگیزه‌هات میپرسه که در حال ارزیابی توئه. این سوالاتو ممکنه که تو زمانها و مکالمات مختلف ازت بپرسه. همه رو یه جا نمیپرسه که جلب توجه کنه و جوابهات کاملا یادش میمونه. ممکنه که حتی به صفحات مجازیت هم سر بزنه تا یه تصویر کاملتری از زندگیت به دست بیاره و این تلاش نشونه یه جور سرمایه گذاری عاطفیه. نشونه بعدی تناقض در عمل هست. این قابل اعتمادترین شاخصه. زمانیه که رفتارش با حرفش مطابقت نداره. اعمال آدم‌ها اغلب قابل اعتمادتر از حرفاشونه و اعمال حقیقت رو بیشتر نشون میدن. مثلا میگه که برای قرار گذاشتن با تو وقت نداره و بعد میبینی همون جایی که تو رفتی اونم اومده. یا ممکنه که بهت بگه دنبال رابطه جدی نیست، اما یه جور دیگه و خیلی متفاوت تر از همه با تو رفتار میکنه. وانمود میکنه که اهمیتی بهت نمیده
اما برای اینکه بتونه به تو کمک کنه از روتین زندگیش خارج میشه. این تناقض‌ها نشون دهنده درگیری درونیه. بخشی از وجود اون میخواد این فاصله رو با تو حفظ کنه، اما بخش دیگرش اونو به سمت تو میکشه. وقتی که کارها و حرفاش با همدیگه همخوانی نداره، به رفتارش اعتماد کن. اون چیزی که تو رفتارش میبینی قابل اعتمادتره. زنها علاقه‌شون رو پنهون میکنن چون که از جواب رد شنیدن و از آسیب دیدن میترسن. وظیفه تو اینه که نشونه ها رو بشناسی و با اعتماد به نفس و صبوری جواب بدی. وقتی این الگوها رو میبینی، درک کنی که این یه نوع محافظت کردنه، نه دغل‌بازی. وقتی که این موضوع رو درک کنی، میتونی با اطمینان بیشتر قدم برداری و یه فضای امن ایجاد کنی که اون بتونه گارد خودش رو در مقابل تو پایین بیاره و به تو اعتماد کنه. و مهمتر از همه، این اطلاعات رو فقط جمع‌آوری نکن، بهشون عمل کن. اگه این الگوها رو توی کسی دیدی، ریسک کن و علاقت رو بهش واضح و مستقیم بیان کن. توپ الان تو زمین توه. اون فردی باش که شجاعت پر کردن این شکاف رو داره. این همون چیزیه که مردانی که جذابیت رو درک میکنن رو از مردانی که اون رو ایجاد میکنن متمایز میکنه.